بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز و دوستان خوب برنامه تمدن اسلامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید است همه شما بینندگان عزیز جور و صحتمند و سرحال بوده و جامعه های صحت و عافیت را بر تن داشته باشید. الله متعال را سپاسگزار هستیم که یک بار دیگر برایمان فرصت داد تا از برنامه تمدن اسلامی در خدمت شما قرار بگیریم. باز هم در برنامه جناب دکتر سیب عبدالصبور فخری استاد دانشگاه را با خود داریم و در ادامه بحثمان از برنامه گذشته پیرامون قواعد پیشرفت تمدن ها صحبت میکنیم. قبل از اینکه به بحث برنامه فعلی آغاز بکنیم، جناب دکتر صاحب را هم خوش آمدید میگیم. دکتر صاحب محترم، وقت شما بخیر و بسیار زیاد خوش آمدید به برنامه. تشکر از شما. خیلی سپاس از اینکه به برنامه آمدید جناب دکتر صاحب. بحثمان را ادامه میدیم پیرامون قواعد پیشرفت تمدن ها. ما صحبت کردیم در مورد وقت و در مورد سرزمین و وجود متخصصین و جایگاهش در تمدن ها، خصوصا تمدن اسلامی. در ادامه این سه قاعده دو قاعده دیگر که است، کدام ها از جناب دکتر صاحب محترم؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستمد و نستعین ولا عدوان الا علی الظالمین. در رابطه به قواعد پیشرفت ما 5 قاعده را مطرح کرده بودیم. بله. که اگر هر ملتی این 5 قاعده را به شکل درست عملی بسازد، بله، و تطبیق بکند، اونها می توانند به پیشرفت دست پیدا بکنند. و کما بیش در رابطه به جنبه های تطبیقی آنها من حیث تئوری در دین مقدس اسلام هم بحث داشتیم. بله. و سعی کردیم که مثال های از جوامعی که ما در زندگی میکنیم، از جامعه اسلامی، از تاریخ اسلام هم چیزهایی را تطبیق بکنیم. حالا یکی از او قواعدی که در آوردن پیشرفت مادی، بله، و پیشرفت معنوی جامعه کمک میکند، یک نظام مستقر و آرام است. هر جایی که استقرار سیاسی به وجود بیاید، استقرار مردمی به وجود بیاید، استقرار زندگی به وجود بیاید، در آنجا پیشرفت رخ میده. جامعه که از جنگ رنج نبرد، از اختلافات رنج نبرد، بله، مشکلات جامعه طوری نباشد که مردم به خودشان مشغول بگرداند، برای زنده ماندن مشغول شوند، در اون طور یک جامعه پیشرفت پیدا نمی کند. جامعه زمان پیشرفت پیدا می کند که بر مردم آن بر جانشان، بر مالشان، بر ناموسشان، بر عزتشان، بر دین و عقیدهشان، بر باورهایشان، بر اخلاقیاتشان اطمینان کامل داشته باشند. احساس کنند که کسی نه اعتقادات ما را مورد تهاجم قرار میده، نه دین و ارزش‌های ما را مورد تجاوز قرار میده، نه ناموس ما را مورد تجاوز قرار میده، نه عزت ما را پامال میکند، نه مال و مکنت دنیوی ما را نابود میسازد و از ما میگیرد. در چنین جامعه میبینی که مردم سرمایه گذاری میکنند. در چنین جامعه مردم تلاش میکنند که سنگ بالای سنگ بگذارند، احساس امنیت بکنند. وقتی که احساس امنیت کرد انسان، امنیت از تمام جنبه های زندگی، امنیت دینی، امنیت اعتقادی، امنیت اجتماعی، امنیت علمی، امنیت مالی، امنیت اخلاقی، امنیت عرض و ناموس، همه از اینا امنیت هستند. بله. وقتی که یک شخص ببیند که در یکی از این جنبه ها او مورد تهاجم قرار می گیرد، امنیتش ندارد، ناگزیر می شود که از این جامعه رخت ببنده و کمر سفر ببنده، این جامعه را ترک بکند، به جای دیگری برود که در آنجا امنیت وجود داشته باشد. این در طول تاریخ اگر شما مورد مطالعه قرار بدهید، همواره چنین چیزایی رخ داده که بله،
یک جامعه از یکی از این جنبه ها برخوردار بوده و بعد یا از بعضی از این جنبه ها محروم شده. جناب استاد، مثلا میتونیم نمونه داشته باشیم از چنین تمدن یا همچنین جامعه‌ای که شما میگین استقرار درش وجود داشته؟ خیلی زیاد. اولین چیزی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم به خاطرش آمد همین بود که برای جامعه، برای انسان‌هایی که در جامعه زندگی میکنن امنیت بیارد، آنها را از ناامنی بیرونشون بکند. حتی قرآن کریم هم وقتی که مطالعه میکنید میبینی که مسئله امنیت و مسئله استقرار را الله جل جلاله به عنوان یکی از ارزش‌های بلند یاد میکند. شما کوتاه‌ترین سوره که در قرآن کریم میخونیم که به الله جل جلاله در رابطه به قریش یاد میکند، لإیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء و الصیف. ایلاف به معنای انس و محبت و عادت گرفتن است که مردم قریش عادت گرفته بودند که سفرهای زمستانی و تابستانی داشته باشند. این سفرهای تابستانی و زمستانیشون سفرهای تجارتی بود. اگر آنها احساس امنیت نمی کردند به این سفرها روی نمی آوردند. و شهر مکه شهری بود که بی علف و گیاه، بی سرزمین زراعتی، در اونجا نه باغی بود، نه چشمه‌ای بود، نه نهری بود، نه زمینهای زراعتی بود، نه باغچه‌های فراوانی بود. ولی اینها از طریق رحله‌های تجارتی زمستانی و تابستانی امرار معاش می‌کردند. و همینطور باز می‌بینی که قرآن کریم در موردش میگه فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. باید اینها پروردگار این خانه را عبادت بکنند. چرا؟ به خاطر از این که آنها را از گرسنگی نجات داده. فاطعمهم من جوع، آنها را از گرسنگی نجات داده. و آمنهم من خوف، ترس را از قلبهایشان بیرون کرده، در امن قرارشان داده. واقعیت این است که در هر جایی که این دو نعمت دچار تهدید شود، مردم دیگر در آنجا زندگی نمی کنند. جناب دکتر صاحب، یک جامعه یا هم یک مجتمع چه کار باید بکنه به خاطر استقرار و امنیتی که نیاز هست به خاطرش باید تلاش بکنه؟ مهمترین چیزی که روح و روان انسان در آرامش باشه. مهمترین چیزی که من احساس میکنم باید یک جامعه به خاطر استقرار در اونجا باید کار بکنه، اولی است که استقرار سیاسی بیاره، در اونجا اختلافات سیاسی را از بین ببرند. اختلاف سیاسی زمان از بین می رود که ما یک قانون عملی را تدوین بکنیم و تطبیق کنیم. قانون عملی بر مبنای چه باشه جناب استاد؟ بر مبنای عدالت باشد، بر مبنای انصاف باشد. هر شهروندی که در یک وطن زندگی میکنن آنها احساس بکنن که ما در جزئی از این شهر هستیم، جزئی از این وطن هستیم، ما از حق کامل خود برخوردار هستیم. احساس کنند که از هیچ نقطه نظری ما مورد تهاجم و مورد محرومیت قرار نمیگیریم، مورد تجاوز و مورد محرومیت و بیمهری قرار نمیگیریم. در جامعه که در اونجا عدالت استوار نباشد، انصاف استوار نباشد، در اونجا امنیت نمی آید. در اونجا باز مردم، یک تعدادی از مردم که احساس محرومیت کردن، احساس میکنند که دیگر این وطن ما نیست و خاطر این که این وطن خود بسازند دست به بعض کارهای دیگری میزنند که باعث درد و رنج هم به خودشان میشوند،
هم به بقیه شهروندان و بقیه ساکنان از او کشور و او ملت. و به این خاطر نیاز است که ما اول استقرار سیاسی به وجود بیاریم. استقرار سیاسی، ببین اسلام هم در رابطه با استقرار سیاسی یک دیدگاه معین دارد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که آمد، بعد از خودش کاری که انجام داد ای بود که پیش از این که اون حضرت وفات بیابد، یک کسی را به حیث پیشنماز انتخاب کرد. او حضرت ابوبکر بود. هدف از استقرار سیاسی بود. در واقع برای مردم فهماند که کسی را که ما به عنوان پیشنماز شما انتخاب کردیم در مسئله دین، امام شما انتخاب کردیم، او میتواند که از لحاظ سیاسی هم امام و پیشوای شما باشد. و از این موضوع صحابه هم درک کردن که ابوبکر نسبت به همه آنها بهتر است. به همین خاطر پیغمبر او را به عنوان پیشنماز انتخاب کرده، به عنوان پیشوایشون در امور دینی انتخاب کرده. مسئله دنیوی را بر مسئله دینی قیاس کردند و شخصی را که پیامبر به خاطر دین و به خاطر نماز پیشوای مردم انتخاب کرده بود، او را آوردن پیشوای مردم در امور دنیوی هم انتخاب کردند. و این خود دلیل بر این است که نشود خدای ناخواسته مسلمان ها دچار اختلافات سیاسی بشوند. و به همین خاطر بود که مسلمان ها همین درک از اسلام داشتند که پیش از این که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را دفن بکنند، آمدند پیش از او خلیفه خدا انتخاب کردند، سردمدار خدا انتخاب کردند، رئیس خدا انتخاب کردند، تا نشود دچار اختلاف شوند بعد از او. و به همین خاطر دوره خلفای راشدین را ما و شما در مجموع در نظر میگیریم، مسلمان ها خیلی تلاش میکردند که دچار اختلاف نشوند، دچار چند پارچگی نشوند. و در حدیث امس از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید، میگوید که اگر به دو امام بیعت صورت میگرفت، هر کسی که دوم است سرش بزنید. چرا گفته که کسی که بار دفعه بعد از با یک نفر بیعت صورت گرفته، بله، باز نفر دیگری بالای بیعت از اون میای بیعت دیگری از مردم میگیرد یا یک تعدادی از مردم بیعت میکنند برش، این را امام سرش بزنید این پیشوا را، به خاطر از این که او باعث اختلاف شده در بین مردم. و قرآن کریم هم میفرماید که ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم، شما با هم نزاع نکنید، اختلاف نکنید که قوت و شکوه و عظمتتان از دست میدی. ممنون جناب استاد. پس خب این دلیل برمی است که ما به عنوان مسلمان به خاطر استقرار سیاسی تلاش بیشتری بکنیم. خیلی سپاس. خیلی ممنون جناب استاد. بیشتر صحبت خواهیم کرد پیرامون تأثیر تعیین رهبر سیاسی بر استقرار نظام، اما بعد از یک میان برنامه کوتاه. بینندگان عزیز، همچنان در ادامه برنامه تمدن اسلامی همراهمان باشید. باز هم خوش آمدید بینندگان عزیز. ادامه برنامه تمدن اسلامی را از تلویزیون هلال بیننده هستید. همچنان با شما خواهیم بود و جناب دکتر صاحب عبدالصبور فخری استاد دانشگاه با ما هستند و پیرامون قواعد پیشرفت تمدن ها صحبت می‌کردیم. البته جناب استاد بحثمون در مورد استقرار بود. تعیین رهبر سیاسی که با در نظر داشته دوره‌هایی که در تمدن‌های گذشته بوده، مثلا دوره خلفای راشدین در کل، تأثیرش چقدر است بر امنیت اجتماع و مجتمعی که انسان‌ها در او زندگی می‌کنند و خصوصا این استقرار مادی بیشتر باشه یا هم در کل مادی و معنوی؟ شامل هر دو می شود. ما در مجموع بیشتر یاد کردم که وقتی مردم از احساس امنیت میکنند، در اون جب باز مردم به فکر ساخت و ساز میشن، به فکر سرمایه گذاری میشن، به فکر چیزهای جدید میشون. اساسا انسان
به یک سلسله نیازها را احساس میکند. بله. انسان در جامعه شناسی هم اگر شما مطالعه کرده باشید، جامعه شناسی هم نیازهای انسانی را کاتگوری میکند که کدام نیازها در قدم اول قرار میگیرند یا انسان در مجموع چه نیازهایی را احساس میکند. مثلا نیاز خوراک، امنیت، نیاز به امنیت که ترس نداشته باشه، هراس نداشته باشه، امنیت مالی داشته باشه، امنیت وظیفوی داشته باشد، امثال از اینا. بعد وقتی یک نیاز دیگری را هم جامعه شناسا ذکر میکنن، میگن که نیاز شهرت که یک وقت میشه مسئله نان و خوراک و امکانات و اینا مرفوع میشه. انسان به اصطلاح همه این نیازها را به اصطلاح مهیا کرده. لباس دیگر ضرورت نداره، هر قدر لباس ضرورت داشته باشه میتونه برای خود بخره، هر قدر غذا بخواید میتونه بخوره، تهیه بکند و هر نوع غذایی که دلش خواسته باشد او رو میتونه مهیا بکنه. و بخش دیگرش نیاز جنسی است که انسان ضرورت‌های جنسی خود مرفوع بکند. اینا نیازهای انسانی هستند. اما وقت مثلا تا یک جایی میرسه که به این نیازها را پوره کرده. اگر ازدواج نکرده بود ازدواج کرده، اگر پول نداشت پول پیدا کرده، اگر غذای خوب نداشت غذای خوب پیدا کرده، لباس خوب میخواست لباس خوب پیدا کرده، قصر به اصطلاح جای سکونت میخواست جای سکونت بسیار خوبم پیدا کرده و همه از این امکانات فراهم کرده. اگر مثلا موتر خوب کار داشت موتر خوب پیدا کرده. همه اینا پیدا شد. بالاخره چه؟ نقطه دیگه میرسد که باید شهرت پیدا بکند. و شهرت به توسط چه پیدا می شود؟ توسط ای که یا وزیر باشد یا رئیس باشه یا رئیس جمهور باشه یا کاری کلانی باشه که در جامعه مطرح شود. و به هر حال به هر کس با یک طریقی شهرت خود جستجو میکند. امروز در عصری که امروز ما و شما زندگی میکنیم شهرت ها متفاوت است و کسب شهرت هم متفاوت، وسایلش هم متفاوت است. یکی میخواد که به عنوان یک طبیب مشهور مطرح شود، یکی میخواد به عنوان انجینر مشهور مطرح شود، یکی کسی میخواد به عنوان یک جنرال چیره دست مطرح شود در جامعه، و یکی هم میخواد به عنوان یک هنرمند مشهور به اصطلاح مطرح شود. هر کسی از یک طریق طالب شهرت هستند. اما شهرت خودش یک نیاز است. به یک مرحله میرسی که شهرت هم تکمیل شد، شهرت کافی هم پیدا کردی، ولی یک چیز دیگری باقی میماند که او نیاز قدرت طلبی خودش هم یک نیاز است. تا زمانی که انسان به او مراحل نمیرسه این نیازها یکی پای دیگری پشت سر میآیند و اینا یکی دیگه خود تولید میکنند روی هم رفته. اگر از این موضوع بگذاریم که یک مقدار حاشیه نرویم، چیزی که بسیار مهم است به خاطر استقرار سیاسی وجود رهبر خیلی مهم است. رهبر سیاسی به هر اندازه که ما در انتخاب رهبر سیاسی بسیار دقیق باشیم به مو اندازه جامعه را بیشتر به کرانه نجات بردیم. به هر اندازه که در انتخاب رهبر سیاسی ناکام باشیم به مو اندازه به طرف ناکامی می رویم. اما به خاطر اینکه ما یک رهبر سیاسی موفقی داشته باشیم که امنیت را تأمین بکند، امنیت های مختلف را تأمین بکند و جامعه را به طرف استقرار ببرد، باید ما یک سلسله مواصفات تعیین کنیم. چه نوع رهبری را که ما انتخاب میکنیم از چه صفاتی باید برخوردار باشه. شرایط باید برش تعیین بکنیم. این شرایط یک مقدار خیلی آسان هم نباشه و خیلی سخت هم نباشه. خیلی آسان نباشه به این معنا که هر کسی بتونن خود رهبر معرفی بکنن و خیلی سخت هم نباشه که در بین انسان ها چنین رهبری پیدا نشود. ما با واقعیت ها باید سر و کار داشته باشیم. خب دیگه بخش دیگرش است که کیفیت انتخاب رهبر است. کسی را که به عنوان رهبر انتخاب میکنی با کدام اصول و ضوابط انتخاب میکنی که رهبر انتخاب کنی بر اساس از او. روی هم رفته ما این دو چیز بسیار مهم است: مواصفات رهبر و شرایط انتخاب رهبر.
تحت کدام شرایط انتخابش میکنی. در عصر امروز که ما زندگی میکنیم، در زمان اوایل اسلام به هر حال میگفتن که انتخاب رهبر توسط اهل حل و عقد میشه. کسی که اهل حل و عقد باشه اونها میتوانند رهبر خوب انتخاب بکنن. و برای عقد چه کسانی باید باشن جناب استاد؟ اهل حل و عقد هم به هر حال شرایطی برش انتخاب کردن که مثلا تقوا باشد و دانش باشد و اسلام دوستی باشه و اخلاص باشه و اونا باید از مردم، از بین مردم مخلص، اهل نظر، دانشمند و مخلص به اسلام، اینا باید از بینشون انتخاب شوند. کسانی که علما باشند، دانشمندان باشند و مخلص به اسلام باشند، مصلحت اسلام و بر مصلحت شخصی خود ترجیح بدن و امثال از اینا. خب این یک مواصفاتی است که برای اهل حل و عقد انتخاب کردن و همین طور برای رهبر هم مواصفاتی را تعیین کردن که یک کسی که رهبر می باشد دارای چه مواصفاتی باید باشه. برای از او هم در کتاب‌های فقه یک سلسله از مواصفات تعیین ذکر شده. مواصفاتی که در کتاب فقهی ذکر شده و مواصفاتی که قوانین ذکر میکنه برای تعیین یک رهبر با هم اگر در تضاد باشن، آیا تأثیری داره بر چگونگی کار و فعالیت و اختلافایی که از بعد سیاسی در اجتماع با وجود میاد از دید رهبر سیاسی هم؟ اگر بحث فقه و قانون در نظر بگیریم، فقه در واقع هم قانون است، قانون در واقع هم فقه است. یعنی فقه جنبه قانونی اسلام است. جنبه قانونی اسلام ما فقه میگوییم. خب در این عصر حاضر رو نامش قانون ماندن، در قدیم نامش فقه ماندن. و صرف تفاوتشان در این است که در کتاب‌های فقه که می‌بینی او را به یک طرز مثلا تبویب شده و تنظیم شده و قوانین به شکل دیگری که در عصر حاضر وجود دارد، ولی هر دو در مجموع میتواند که ما قانون از فقه بگیریم، از فقه اسلامی بگیریم، یا قانون در روشنایی فقه اسلامی بسازیم، در روشنایی نصوص دینی ما بسازیم و هر بخش دیگرش هم مصلحت‌های جامعه ما باشد که او چیزی که به جامعه ما مثلا صدمه نمیرساند او مسائل ما وارد قانون بسازیم تا در روشنایی بتانیم که رهبرای خود به شکل درست انتخاب بکنیم و به هر اندازه که در انتخاب رهبر خود بتانیم موفق باشیم، به مو اندازه سلامتی جامعه را و امنیت جامعه را بیشتر تامین میکنیم و استقرار در جامعه بیشتر به وجود میاد. امروز ما مثلا در غرب میبینیم غربی‌ها یک کاری که کردن، قوانین دست ساخته خودشون است، انسان ها ساختن، قوانین وضعی است، ولی در تطبیق قوانین خیلی جدی هستند. تطبیق قوانین چون بسیار جدی گرفتن، این سبب استقرار سیاسی در کشورهایشان شده. هر کس حدود ثغور هر کشور معلوم است و حدود ثغور صلاحیت‌های رهبر، صلاحیت‌های رئیس جمهور، صلاحیت‌های صدر اعظم، صلاحیت‌های وزیر و امثال از اینا، هر کس صلاحیت‌هایش مشخص و واضح شده، هر کس از امو حدود صلاحیت‌های خود تجاوز نمی‌کند. بنابراین این سبب شده که در جامعهشون یک نوع استقرار به وجود بیاید. وقتی که استقرار به وجود آمد، مردم دیگر به فکر ساخت و ساز میشن، به فکر سرمایه گذاری میشن. همینطور که شد. حالا از قرنها به این طرف است. شاید میتونم بگویم که در کشورهای غربی به جز دو جنگ جهانی که آمده که یک مقدار و کشورها را زیر و رو کرد، ولی در جنگ‌های دوامدار اونا واقع نشدن. جنگ‌های دوامداری که در کشورها ما با روبرو هستیم، مثلا مثال افغانستان، ما نزدیک به نیم قرن وقت است که ما در جنگ‌های ذات البینی مواجه هستیم، یا ذات البینی یا به هر حال یک دوره روسا وارد از این کشور شدند و با اونا جنگیدیم و بعدش هم باعث جنگ‌های ذات البینی شد و بعدش هم از این قبیل چیزا. خب به هر حال جنگ است، ناامنی است. وقتی که جنگ و ناامنی در یک کشور آمد، در اونجا استقرار سیاسی از بین می رود و مردم نسبت به آینده خود دلهرمی داشته باشند، اما ضرورت‌های اولیه زندگی خود فراهم کردن نمیتونن، اینا نسبت به آینده خود به اصطلاح پریشان می باشند و امیدوار نمی باشند نسبت به آینده خود. کسی که نسبت به آینده خود امیدوار نبود، او باز تلاش هم به خاطر ساخت و ساز نمی کند. به همین خاطر است که در اونجا مشکلات به وجود میاد. جامعه ما و شما فعلا که ما با این مشکل مواجه هستیم، یک سبب اساسی شمی است. ما در جوامعی که در دنیای اسلام امروز
وجود دارد، در اونجا میبینیم که یک مقدار پیشرفت به وجود آمده. سببش این است که در اونجا استقرار سیاسی آمده. مثلا مثال اگر بگیریم جامعه ترکیه را، ترکیه از یک قرن لااقل به این طرف یا بیشتر از یک قرن می شود که در اون جامعه جنگ وجود ندارد. جنگ ها خاتمه پیدا کرده، این کشور در یک فضای امن زندگی می کند. در اونجا می بینی که پیشرفت وجود دارد. و نقطه دیگر به خاطر از اینکه ما استقرار سیاسی به وجود بیاید، ما باید به تمام اختلافات سیاسی، اختلافات قومی، اختلافات نژادی، اختلافات از انواع دیگرش باید ما نقطه پایان بگذاریم. این اختلافات به هر قیمتی که میشه ما باید یا به قیمتی که یک گروه دیگری را با کاملا از بین ببره و تسلیم اراده خود بگرداند، یا از طریقی که او را در حال به نحو به اصطلاح قناعتش فراهم بکنه. حالا ما مثلا در یک جامعه که زندگی میکنیم، در اینجا چندین قوم وجود دارد. در اینجا امکان از این که یک قوم دیگری را کاملا چنان از بین ببره که او را به اصطلاح تسلیم اراده خود بگردانه، این امکان پذیر نیست. رای دومشی است که به حقوق کاملی او به اصطلاح قناعت بکند و حقوق کاملش بپردازه. او هم احساس بکنه که در نظام سیاسی که من در اوج زندگی میکنم از تمام حقوق خود برخوردار هستم. در اون صورت وقتی که احساس امنیت حقوقی کرد، احساس امنیت سیاسی کرد، در اون صورت باز استقرار به وجود بیاد. در نتیجه به وجود آمدن استقرار پیشرفت رخ میده و مردم و حکومت هم ناگفته نمانه کسانی که سرچشمه فساد هستند در جامعه، اونا را باید قلقمشان بکند تا نظام مستقر به وجود بیاید. ممنون. خیلی سپاس جناب استاد از اینکه لطف کردین و به برنامه تشریف آوردید. سلامت باشه. ممنون از شما و بینندگان عزیز. این بود داشته‌های کنونی برنامه تمدن اسلامی. سلسله برنامه‌های تمدن اسلامی را همچنان میتوانید از یوتیوب چینل تلویزیون هلال بیننده باشید. تا برنامه بعد همتان را به الله میسپاریم. وقت بخیر. الله نگهدار.